آن ذاتی که در جلال رحمان است، در کمال سبحان است. نه نیازمند مکان است و نه آرزومند زمان. شیبا حلیمی، بنیانگذار اکادمی آنلاین مشعل الهدی و مجری برنامه امشب در خدمت شما عزیزان هستم. بنیانگذار اکادمی آنلاین نوید، قاری صاحب نوید احمد نقشبندی. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو المنان الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. نمی کتاب را انقدر خور و ذلیل فکر میکنیم که اصلا در طول 1440 دقیقه که همین کل شبانه روز ما شما میشه 10 دقیقه را وقت به قرآن خواندن نمیدیم. نام خودم گذاشتیم مسلمان. عزیزان گرامی چی گونه مسلمان است؟
در طول 1440 دقیقه اگر 10 دقیقه نتونیم قرآن بخوانیم در طول روز، این یعنی محرومیت، این یعنی که الله ما را لایق ندید که کتابش را بخوانیم. ما در چی وضعیت به سر میبریم؟ امروز دانشمندان و علمای غرب نظریات نوشته کردن درباره قرآن و گفتن که این قرآن اسلوبش محکم است. این کتابی است که روح نواز، این کتابی است که آرامش میده بر انسان، این کتابی است که تمام علوم درش است، اما مسلمانان غافل او را نمیتونن بخوانن چون سواد خواندنش ندارن، نامشان هم از مسلمان. غرب میره اونجا تحقیق میکنه، از اون موضوعات را میکشه میاره اینجا، تمام فلسفه میده، به انواع و اقسام کتابه ها نوشته میکنن. ما و تو مسلمان همه قدر روی خانیش یاد داریم خلاص. عزیزان گرامی، خود را بازی نتیم. بیاین در خود یک تحول ایجاد کنیم و تنها به خواندن رویخوانی قرآن اکتفا نکنیم. این حال رمضان میشه کلی ختم شروع میکنه. من مطمئن هستم که الله متعال به خاطر همین لفظ قرآن هم که میخوانی ثواب میده بر آدم. اما اگر میخوایی که درونت روشن شوه، اگر میخوایی که زندگیت روشن شوه و اگر میخوایی که آخرتت روشن شوه، این قرآن را با ترجمه بخوان، با تفسیر و مفاهیم بخوان. عزیزان گرامی، این قرآن چیزی نیست که ما شما امروز فکر میکنیم به این شکل خوار و ذلیلی که فکر کردیم. عزیزان گرامی، بیاین یک فکر بکنیم. از حقوق قرآن چند تایش را انجام دادیم. اولش ایمان داشتن به قرآن. آیا ما ایمان داریم به قرآن؟ نداریم؟ بله داریم. الحمدلله. اینجا هر کس را پرسان کنیم کی ایمان به قرآن نداره، هیچ کس نمیگه نه، کلگی میگه ما ایمان به قرآن داریم. پس مرحله بعدی را که انجام داده، آیا ما درست قرآن خوانده میتونیم؟ چند نفر حاضر است امروز بگه که من درست میتونم قرآن بخونم؟ سوما، ترجمه و تفسیر قرآن. آیا ما و شما مهارت به تجوید و تفسیر قرآن داریم و ترجمه قرآن را آیا میفهمیم؟ چهارمین حق قرآن کریمی است که عمل بر از او است. نشه که ما قرآن را یاد بگیریم، یگان تو میگه برو من ترجمه شما اینه میخونم، هر شب اینه ترجمه شما میخونم. خب از ترجمه تو چی درس گرفتی؟ در اخلاقت چی تغییر آمده؟ در نیکی کردن با والدین چی تغییر آمده؟ در رفتار اجتماعی چی تغییر آمده؟ در صحبت کردن و سخن گفتن چی تغییر آمده؟ در معاشره با مردم چی تغییر آمده؟ خود را ارزیابی بکنین. شب وقتی که در بستر خوابتان خواب میشین، یک بار با خود فکر کنین که این قرآنی که امروز من با ترجمه خواندم، با مفاهیم خواندم، چرا در زندگی من تغییر داد؟ آیا تغییر داد نداد؟ و اگر نداد چرا نداد؟ ما این کار را نمی کنیم. ما سال هاست قرآن را با ترجمه و مفاهیم میخوانیم، در زندگی ما کدام تغییر نامده، در اخلاق ما تغییر نامده، در رفتار ما تغییر نامده. پس این چی گونه قرآن هست؟ این چی گونه یادگیری قرآن هست؟ پنجم، حالا وقتی که قرآن را ایمان داشتی، یاد گرفتی، ترجمهش هم فهمیدی، عملم کردی، برسانش برای دیگران. بر کی برسانش؟ تو را کی یاد داد؟ استاد یاد داد، تو هم بر یک شاگرد دیگر یاد بده. از زمان پیامبر بر ما و شما سلسله وار این قرآن رسیده، شما هم سلسله وار برسان. عزیزان گرامی، امروز رسالتتان تمام نشده. شما فکر نکنین کسایی که مثلا قرآن یاد دارید، فکر نکنین خلاص دیگه قرآن یاد گرفتی مسئولیت خلاص شد. خب برای خواهر ما منیژه صدیقی آرزوی موفقیت میکنیم. انشالله که الله متعال اقدامشان را ثابت بدارن و موفقشان داشته باشن و این تنها ابتدای کار هست، انتها نیست. انشالله که الله متعال فرصت های زیاد را نصیبشان بگردن و واقعا ما برشان تبریکی میتم و همین که آغاز کردن فکر کنین که همین موفقیتشان است.